سلام دوستان. امروز درباره موضوع پیوستی پیدرپی و پارالل پروژه ها صحبت خواهیم کرد. یعنی که این درس دوامی درسی پیشینه است که درباره قانون گوک گفته گذاشته بودیم. خب مثلا اگر ما دو پروژه داشته باشیم، فرض کنیم ما دو پروژه را میتوانیم که با دو شکل یعنی آنها را پیوست کنیم. خب مثلا یکم حالت می شود که وقتی که دو پروژین داریم سختی این پروژین ها گوناگون می باشد در شکل اون K1 و K2 گیریم و این دو پروژین ها چنین چسبیدند، یعنی هر دو این پروژین ها با یک جسم چسبیده ایستادند و چنین شکل و چنین پیوستگی پروژین ها رو میگیم که آنها پارالل پیوست شدند. یعنی هر دو این جسم ها راست با یعنی هر دو این پروژین ها راست با جسم چکار کردند چسبیده شدند. خب شکل دیگری پیوست این پروژین ها وقتی که اول ما پروژین ها را با یکدیگر پیوست میکنیم و بعدا با یکی از این پروژین ها جسم را پیوست میکنیم. در اینجا یعنی این چیز عوض نمیشود اگر ما جای پروژین ها را عوض کنیم. مثلا K2 در بالا باشد اول بعد K1 در پایان و ماسه را پیوست کنیم. در این حالت یعنی این حالت با یک خل است. خب چنین پیوستگی رو میگیم پیوستگی پی در پی پروژین ها، یعنی اول پروژین ها با دیگر پیوست شدند و بعدا با جسم مسش M. خب دوستان وابسته از این سختی عمومی حالت یعنی در حالت یک و حالت دو گوناگون میشود. خب چرا چنین فرض کردیم که چنین سخیما گوییم برای ما لازم است. مثلا بعضا می شود که سختی پروژین ها یعنی گوییم که 100 یا اینکه 50 باشد و ما اگر سختی پروژین 150 نیوتن یا اینکه دیگر نیوتن تقسیم متر یا اینکه دیگر قیمت لازم است، اما ما چنین پروژین نداریم. پس برای به دست آوردن چنین قیمت ها ما باید آنها را با یعنی پارالل یا اینکه پی در پی پیوست کنیم. خب بیایید اکنون ببینیم چگونه ما سختی عمومی این حالت رو میتونیم یافت. خب اکنون یکم حالت دیده میبریم. چنین حالت است. این چگونه پیوستگی است. خب میبینیم که دو پروژین ها یعنی با جسم مسش M چکو کرده ایستادند چسبیده ایستادند. پس این حالت چی است؟ پیوستگی پارالل است. خب اکنون ما این دو پروژین را با یک پروژین عوض میکنیم و تاثیر این پروژین با چنین یک خیله است. خب کدام تاثیر رو در نظر داریم؟ اینجا ما در نظر داریم که خب وقتی که ما این پروژین ها رو با ماسه M پیوست میکنیم این پروژین ها دراز میشن. خب بیایید بگیم که به آنها با قیمت یک خیله دراز میشن، درست؟ چون که این ماسه چقدر پایین رود این پروژین نیز به آنقدر دراز میشد و پروژین دیگر نیز آنقدر دراز میشد. خب بیایید این دراز شوی رو فرض کنیم اشارات میکنیم با حرف دلتا L. خب و این پروژین نیز با دلتا L با قیمت دلتا L چکار میکنه؟ دراز میشه. پس ما چنین باز همون ماسه را با یک پروژین دیگه که سختی پروژین آن سختی عمومی مینامیم آن را برابر است و این پروژین نیز با قیمت یک خیله یعنی دلتا L چکار میکنه؟ دراز میشه. پس آیا ما میتوانیم که قیمت این سختی عمومی پروژین را با از روی قیمت های سختی پروژین یکم و دوم یابیم؟ این است یعنی مقصدی سختی عمومی پروژین. خب اکنون در اینجا چی حالت رخ میدهد؟ در اینجا کدام قوه ها با این جسم تاثیر میکند؟ خب یکم قوه خودی وزنی جسم است mg و قوه های دیگری که با جسم تاثیر میکند این قوه های پروژین است. یعنی ما پروژین را با پایان دراز کرده شدیم. اگر در خاطر داشته باشید
قانون گوک چی میگفت؟ قانون گوک میگفت که قوایی که از طرف پروژین به جسم تأثیر میکند این متناسبی راست است و در شبیه خود پروژین لیکن سمت مقابل داره. درست؟ خب یعنی که ما پروژین رو به سمت پایان درست کرده شدیم، پس قوای پروژین که به جسم تأثیر میکند باید به سمت بالا روان باشد. پس این رو میگیریم F پروژین 1. F پروژین 1. پس در اینجا نیز چنین میشد F پروژین 2. F پروژین 2. خب اکنون میدونیم که F پروژین 1 برابر است با K ضرب دلتا L. ما در اینجا اکنون وقتی که در فرم میگذاریم خود قیمت این فرم رو میگذاریم، یعنی در اینجا علامت مینوس رو نمیگذاریم. چرا؟ چون که الان ما در اینجا نشان دادیم، یعنی سمت قوا و سمت تغییرابی چی است؟ مقابل است. خب K1 ضرب دلتا L و ساختی قوای پروژینی که از طرف پروژین دوم تاثیر میکند برابر است با K2 ضرب دلتا L. خب اکنون در اینجا کدام بیاید اول در اینجا دیده بریم. خب از سبب آن که جسم در حالت آرامی است قرار دارد، یعنی جسم این پروژین را دراز میکند و میایستد. پس در این حالت از روی قانون دوم نیوتن میدانیم که قوای عمومی که به جسم تاثیر میکند و 0 برابر است. خب پس ما یک سمت را مثبت میگیریم، بیاید در اینجا سمت بالا را مثبت گیریم و سمت پایین پس میشود منفی، یعنی قواهای دو قواها دیگر جمع میکنیم. این رو پروژین 1 جمع F پروژین 2 بعد مینوسی قوای وزنی جسم mg، یعنی این سه قوا به جسم تاثیر میکند و جسم در حالت آرامی قرار میگیرد و قوای عمومی برابر 0 میشه. خب اگر از اینجا ما F پروژین 1 F پروژین 2 را به این قیمت ها قیاس کنیم، پس حاصل میکنیم که K1 دلتا L جمع K2 دلتا L مینوسی mg برابر است به 0. خب اکنون این را بگیریم معادله رقم 1. اکنون این حالت را دیده بریم. خب این همون جسم است، قوه وزنی به این جسم به سمت پایان تاثیر میکند mg و قوه پروژین از طرف این پروژین به سمت بالا، چون که این پروژین به سمت پایان دراز کرده شده است. خب پس میشود قوه پروژین F پروژین. خب اکنون F پروژین در اینجا از روی قانون گوک برابر است با K عمومی ضرب دلتا L. در شبیه این پروژین برابر است با در شبیه این پروژین ها. خب اکنون از سبب آنکه جسم باز در حالت آرامی قرار دارد، پس قوای عمومی نیز در اینجا چی میشود؟ با 0 برابر میشود، یعنی قوای نتیجوی جسم برابر است با 0. خب باز سمت بالا رو مثبت، سمت پایین رو منفی انتخاب کنیم. اگر پس قوای عمومی از روی این دو قواها چگونه می نویسیم؟ F پروژین سبب که سمت بالا است مثبت مینوسی mg قوای وزنی جسم برابر است با 0. خب از اینجا قوای پروژین را عوض کنیم با K عمومی ضرب دلتا L. K عمومی ضرب دلتا L مینوسی mg، پس اینجا میشد برابر با 2، یعنی معادله 2. خب اکنون از معادله 2 mg را اگر یابیم، پس mg را یابیم اگر برابر میشود با K عمومی ضرب دلتا L. درست؟ یعنی این را به طرف راست بردیم اگر، پس mg برابر میشود با K عمومی ضرب L. اکنون این معادله 3 را ما چکار میکنیم؟ با معادله 1 در اینجا میگذاریم. خب 3 را معادله 3 را با 1 گذاشته حاصل میکنیم K1 ضرب دلتا L پلس K2 ضرب دلتا L مینوس mg. پس mg رو ما با چی عوض میکنیم؟ با K عمومی ضرب دلتا L. پس در اینجا حاصل میکنیم مینوس K عمومی ضرب دلتا L. پس این برابر است با چی؟ با 0. خب چگونه که میبینیم در همه جا ما دلتا L دلتا L داریم. پس همه طرف رو با دلتا L تقسیم کنیم
خب میتونیم که دلتا ال رو اختصار کنیم. پس حاصل میشود که چه حاصل میشود؟ K1 جمع K2 مینوس سختی عمومی K عمومی برابر است به 0. پس از اینجا میبینیم که سختی عمومی در این حالت برابر است به K1 جمع K2. یعنی برای دو پروژین هنگامی که این دو پروژین ها پارالل پیوست کرده شدند، ما میتوانیم این دو پروژین را با یک پروژین عوض کنیم که سختی این پروژین برابر است با سومه سختی این پروژین ها K1 و K2. خب اگر فرض کنیم که ما n تا یعنی 2 تا نه 3 تا 4 تا یعنی که دلخواه رقم پروژین داشته باشیم، پس برای n خب برای n پروژین میتونیم چنین نویسیم: برای n پروژین چی میشود؟ سختی عمومی برابر میشود با سومه همه سختی ها پروژین K3 و غیره تا Kn. یعنی همه سختی پروژین ها را چکار میکنیم؟ جمع میکنیم. خب این است وقتی که ما دو پروژین رو به دیگر پارالل پیوست میکنیم. آن اکنون پیوستگی دیگری که دیده میبریم پیوستگی پی در پی است. وقتی که دو پروژین ها اول به دیگر پیوست شدند و بعدا به جسم مساج M. پس سوال به میان میآید که آیا ما این دو پروژین را با یک پروژین عوض کنیم، پس سختی این پروژین باید چقدر باشد؟ خب از روی قیمتی K1 و K2. خب آن اکنون بیاید در این حالت دیده بریم چی حادثه رخ میدهد. خب یکم حادثه این چی است؟ وقتی که ما جسم مساج M را به این پروژین ها عوض میکنیم، یعنی میچسبانیم، پروژین ها دراز میشن و قواهایی که به این جسم تاثیر میکند قوای وزنی است. یکم همیشه از قوای وزنی سر کنیم و بعدا خود این پروژین سبب که با پایان دراز میشد، پس پروژین با جسم مساج M یک قوای تاثیر میکند که به سمت بالا روان میشد. درست از روی قانونی F پروژین بیاید را با حرف F پروژین اشارت کنیم و پس این جسم در حالت آرامی قرار میگیرد و وقتی که در حالت آرامی قرار دارد ما میدونیم که قوای عمومی که به این جسم تاثیر میکند برابر است با 0. خب اگر سمت بالا را مثبت و سمت پایان را منفی قبول کنیم، پس چی میشود؟ قوای پروژین F پروژین مینوس mg برابر است به 0. یعنی که قوای پروژین در این حالت برابر میشود با m ضرب j. خب اکنون از روی قانون گوک قوای پروژین با چی برابر است؟ باید در اینجا نویسیم خود قوای پروژین برابر است با مینوس k ضرب دلتا L. درست؟ اگر این در حالت یکم باشد قوای پروژین یک گیریم اگر در اینجا، یعنی در پروژین یکم در اینجا پروژین 2، پس چی می شود؟ در اینجا قوای پروژین 2 برابر است با K2 ضرب دلتا L2. خب اکنون وقتی که این پروژین دراز می شود، پس پروژین یکم نیست چکار می کند؟ دراز می شود. لیکن در اینجا یک حادثه بسیار مهم را باید به نظر گیریم. این چی است؟ این پروژین ها با قیمت های گوناگون دراز می شوند. یعنی این قیمت اگر دلتا L2 باشد، قیمت دلتا L2 باشد، پس این پروژین با قیمت دیگر دراز می شود. این رو می گیریم دلتا L1. و باز یک چیز دیگر، یعنی قواهایی که با این پروژین ها تأثیر می کند یک خلاف قوا است. چرا؟ چون که در اینجا قوای پروژین 2 که با خود پروژین نیز تأثیر می کند، لیکن در سمت پایان و در نتیجه این پروژین دوم پروژین یکم را چکار می کند؟ به سمت پایان می خواهد که دراز کند. وقتی این دراز می کند بس با قوای پروژین 2، پس پروژین دراز می شود و با خود پروژین یعنی یک قوای هست که در اینجا
ба ин нуқта чӣ мекунад? Ба самти боло таъсир мекунад бо қувваи пружинаи 1. яъне аз сабаби ки пружинаҳо дар ҳолати оромӣ қарор доранд, яъне ки гӯем ба ҳамаи ин қувваҳо чӣ ҳастанд? Баробар ҳастанд. Яъне пружини 1 баробар аст ба F пружини 2. خب F пружини 1 чӣ аст? K1 зарби делта L1 ва F пружини 2 бошад K2 зарби делта L2. ана кун мо ин пружинае ки ҳарду ин пружинаҳоро иваз мекунад, дарозшавии ин пружина мешавад суммаи дарозшавии ин ду пружинаҳо, яъне делта L1 ҷамъи делта L2. خب биёед F пружини 1, F пружини 2-ро ҳамчун бо ҳарфи F агар ишорат кунем, пас дар ин ҳолат биёед қувваҳое ки ба ҷисм таъсир мекунанд дида бароем. Ин mg, яъне боз қувваи вазнии худи ин ҷисм аст ва қувваи пружина F-и пружина. Яъне ин пружина ба ҷисм бо ягон қувваи F пружина таъсир мекунад ва чунон бояд таъсир кард, ки ин ду пружинаҳо дар якҷоягӣ ба ин ҷисм таъсир карда истоданд. яъне ба кадом қувва таъсир мекунанд инҳо? Ба қувваи F пружинаи 2 ки баробар аст ба F пружинаи 1 ва мо инро мегирем ҳамчун қувваи F ва пас ин мешавад қувваи F. ва қувваи пружинаи умумӣ дар инҷо ба чӣ баробар мешавад? қувваи пружинаи умумӣ баробар мешавад ба сахтии умумии пружина зарби делта L, ки дар инҷо делта L чӣ аст? Делта L ин дарозшавии умумӣ L1 ҷамъи делта L2. пас ҳама инҳоро якҷо карда гирем, ҳосил мекунем ки хоб пас сахтии умумии делта L баробар аст ба делта L1 ҷамъи делта L2. ана ки мо делта L1-ро аз инҷо ёбем, агар хоб делта L1-ро фарз кардем аз ин қонунгӯ ёбем, чӣ ҳосил мешавад? Делта L1 баробар мешавад қувва тақсими сахтии пружин, яъне F пружини 1 тақсими сахтии пружини 1 ва делта L2 F пружини 2 тақсими K2. пас инҳоро якҷоя карда дар инҷо гузорем. аз инҷо мо делта L-ро ёбем, F пружина тақсими K умум мешавад. пас F пружина тақсими K умумӣ баробар аст ба делта L1 ки F пружина 1 тақсими K1 аст ва ҷамъи делта L2 ки F пружинаи 2 тақсими K2 аст. хоб ана кун гуфтем ки аз сабаби он ки F пружинаи 1 баробар аст ба F пружинаи 2 ҳамчун F мегирем ва ин қувваи пружина низ ба F баробар аст, чунки таъсири ин ду пружинаҳо ба ин ҷисм бояд якхела бошад. хоб ин F аст, яъне ҳама ин қувваҳо чӣ ҳастанд? Баробар ҳастанд. агар инро аз сари нав нависем, чунин метавонем нависем F тақсими K пружина K умумӣ баробар аст ба K1 ҷамъи K2. дар инҷо F мегузорем. хоб яъне F-ро агар ихтисор кунем, ҳарду тарафро ба F тақсим кунем, пас яъне ихтисор мешаванд инҳо, пас ҷавоб ҳосил мешавад, яъне 1 тақсими K умумӣ баробар аст ба 1 тақсими K1 ҷамъи 1 тақсими K2. хоб агар аз инҷо K умумиро ёбем, агар пас бояд махраҷи умумии тем дар инҷо махраҷи умумии K1 зарби K2 мешавад. пас инро бояд мо бо K2 ҷамъ кунем ва инро бо K1. пас дар натиҷа ҳосил мекунем K1 зарби K2 тақсими K1 ҷамъи K2. ин танҳо барои ду пружин. хоб ана кун барои n пружин, яъне чунин мо n то чунин пружин дорем, яъне дар инҷо агар расмашро таъсир кунем, хоб мешавад 1 то пружин, 2 то пружин, ҳамхел давом метиҳад барои n то пружин. хоб барои n пружин сахтии умумӣ чӣ гуна ҳисоб мекунем? барои n пружин сахтии умумӣ мешавад ки 1 тақсими K умумӣ баробар аст ба 1 тақсими K1 ҷамъи 1 тақсими K2 ва то 1 тақсими Kn.
یعنی که وقتی که پروژینه ها پای در پای پیوست کرده شدند، برای یافتن سختی عمومی ما باید یک تقسیمی سختی این پروژینه ها را چکار کنیم؟ جمع کنیم. یعنی که چگونه به تعبیر میگن обратная жесткость пружины باید جمع کرده شد. یعنی خودی که سختی پروژینه ها نیو، یعنی چپای خودی پروژینه، یعنی چپای خودی پروژینه در نظر داریم یک تقسیمی سختی پروژینه. خب اکنون دو مثال حل کنیم. چون این دو پروژینه در پیوستگی پارالل قرار دارند و سختی عمومی پروژینه به چه برابر است؟ خب از روی فرمولا چون که گفتیم سختی پروژینه در حالت پارالل این برابر است به سومه سختی این دو پروژینه. پس سختی عمومی این پروژین می شود که 1 جمع که 2 100 جمع 50، یعنی که 100 جمع 50. پس سختی پروژینه می شود که 150 نیوتن تقسیم متر. یعنی این دو پروژینه ها را یک جای با چنین شکل پیوست کنیم، سختی عمومی پروژینه یعنی چی می شود؟ 150 نیوتن. این چی معنا دارد؟ این معنا آن دارد که ما می توانیم این دو پروژینه را با یک پروژین عوض کنیم که سختی این 150 نیوتن تقسیم متر باشد و این هر دو حالت چی هستند؟ یک خیلی هستند، اکویوالنت هستند. خب حالت دوم چنین است، در پیوستگی پای در پای قرار دارند. سختی عمومی ما سوال میدیم که آیا این دو پروژینه را با یک پروژین عوض کنیم، پس سختی این پروژینه باید چقدر باشد؟ باید افکت یعنی تاثیر این قوه، تاثیر این پروژین با تاثیر این دو پروژین جای باید یک خیلی باشد. پس چگونه که گفتیم برای یافتن سختی عمومی پروژینه در حالت پای در پای ما باید چپ پای خودی سختی پروژینه که گیم обратная سختی پروژینه ها رو جمع کنیم، یعنی 1 تقسیم k1 جمع 1 تقسیم k2. خب اگر در اینجا قیمت این رقم ها رو بذاریم، پس حاصل میکنیم 1 تقسیم 100 جمع 1 تقسیم 50. یعنی در اینجا مخرج عمومی چی می شود؟ مخرج عمومی 100 می شود. پس باید در اینجا اینو با ضرب 2 کنیم. خب وقتی که ضرب 2 میکنیم، پس این حاصل میکنیم که 2 جمع 1 یعنی 1 جمع 2 تقسیم 100. پس این میشود 3 تقسیم 100. یعنی 1 تقسیم k عمومی برابر است با 3 تقسیم 100. پس اینجا ضرب زنیم، اگر 3 ضرب k عمومی میشود برابر است 100 ضرب 100. پس سختی عمومی پروژین برابر میشود 100 تقسیم 3 نیوتن تقسیم متر، یا اینکه میگیم 33 نیوتن تقسیم متر. خب این است دوستان پیوستگی پای در پای و پارالل پروژینه ها. یک مثال دیگر فرض کنیم سختی پروژینه ما اگر با چنین واحد داده شده باشد 10 نیوتن تقسیم سانتی متر، این را چگونه ما با نیوتن تقسیم متر برمیگردونیم؟ خب ما میدونیم که 1 سانتی متر برابر است به 0.1 متر. پس این را باید با 0.1 تقسیم کرد. وقتی که این را تقسیم میکنیم، پس 10 نیوتن تقسیم سانتی متر برابر می شود با 10 تقسیم 0.01 یعنی که می شود 1000 نیوتن تقسیم متر. پس این برابر است با 1000 نیوتن تقسیم متر. خب سلامت باشید.